ولی از اون دسته کتابایی که خیلی دوست دارم به آدم معرفی کنم کتابایی مثل تئوری انتخابه. واقعا من کتاب تئوری انتخاب خیلی دوست دارم. الان دیدم که حالا من همش رو نخوندم ولی مثلا تئوری انتخابش خوندم، دیدم کتاب‌های زیادی هست در حوزه تئوری انتخاب که نوشته شده که بخشش برمیگرده مدیریت شخصی خودمون، که وقتی ما میخوایم در مورد آینده خودمون، در مورد زندگی روزمون تصمیم بگیریم، بدونیم همه چیز برمیگرده به اینکه ما چجوری انتخاب میکنیم که آیا این مسئولیت منه یا مسئولیت جامعه است. اینو تئوری انتخاب برای من قشنگ جا انداخت و من توصیهش میکنم که کتابایی مثل تحلیل رفتار متقابل، اگه علاقه‌مندی که بتونین گفتگوی سالمی با دیگران داشته باشین، کتاب خیلی خوبیه که دوچار گفتگوهای کودک والد نمیدونم کودک نشین. اینم کتاب قشنگیه. حالا از کتابی که میشه اینجور کتابا رو رمزگشایی میکنه کارهای هر روزه و همیشگی ما رو. خیلی وقتا مثلا دلیلاش هم نمیدونیم که چرا این کار رو انجام داریم، ولی هر روز هم داریم انجامش میدیم. این تیپ کتابا یه جور رمزگشاییه و بهت میگه که چرا داری این کارو میکنی، یا اگر کارو داری اشتباه انجام میدی بهت داره میگه چرا این کارو داری به اشتباه انجام میدی. کتابای خیلی مناسبیه. قشنگترین نقطه ایران رو که دیدی کجا بوده؟ این ترین ها، من واقعا یکی از آدم هستم که با کلمه‌های ترین خیلی مشکل دارم، چون هم جوابش برام سخته هم من قشنگترین جا برام توی یک لحظه خیلی قشنگه، ولی اگه توی اون خلقیات خاصی باشم شاید اونقدر باش حال نکنم. تجربه شخصی من نشون داده که گاهی اوقات میرم یه جایی خیلی حس خوبی دارم، بعد اینو 2 سال دیگه میرم اون حس رو اصلا ندارم، نه به خاطر اینکه طبیعتش تغییر کرده، چون شاید با اون آدم‌هایی که قبلا بودم دیگه نیستم، شاید اون حس‌ها رو ندارم. ولی در کل من اگر بخوام انتخاب بکنم، به کسی معرفی بکنم، غرب ایران، منطقه کردستان، پالنگان، اونجاها رو معرفی میکنم. اگه علاقه من به کندوکاو در فرهنگ باشم، بهشون شمال سیستان، بلوچستان، بخش سیستان رو معرفی میکنم. و اگه علاقه من به طبیعت باشم، خوزستان و چهارمحال وقتی بهش معرفی میکنم. خیلی عالی. چه سبک موسیقی گوش میدی و خواننده مورد علاقت کیه؟ واقعیتش اینه که من موسیقی که از نوجوانی تا الان خیلی علاقه من بودم و گوش میدم بیشتر سبک راک. حالا عملا همیشه همه آدم‌ها اینجوریه که اصلا بهت نمیاد ولی واقعیتش سنتی می‌خوری. و واقعیتش اینه که من با موسیقی سنتی هم خیلی جور نیستم. ممکنه بعضی ناراحت بشن از این سوالی که من میگیرم. گوش میدم موسیقی سنتی، ولی اینجوریه که بعضی وقتا خیلی به ندرت پیش میاد که من تو فضای موسیقی سنتی باشم. بیشتر علاقه من به موسیقی راکم. بندایی که گوش میدم مثلا مثل حالا پینک فلوید رو نمیدونم، متالیکا، خب چیزی که خیلی بهش علاقه دارم، گانز اند روز، حالا دوستانی که تو فضای راک هستن، اینا چیزایی که مورد علاقه هستن. کدوم یکی از ادوار تاریخی ایران، دوره‌های تاریخی ایران رو بیشتر دوست داری؟ کدوم بیشتر تو رو سر ذوق میاره، بهش حس افتخار میکنی؟ کدوم که از این دوره‌های تاریخی ایران مثلا جذاب‌تره؟ ببین ایران اگه بخوام حالا ادوار تاریخش رو بگیم، واقعیتش اینه که همیشه دستخوش تغییرات بوده و من هر وقت این کتابا رو میخونم، چه کتابای تخصصی تاریخ، چه کتابایی که فقط میاد روایتی میکنه و واقعا دقیقاً منطبق بر تاریخ نیست، مثلا کتابای ظریف الله منصوری و اینا، وقتی نگاه میکنم میبینم همیشه بالا پایین داشته. ولی اگه خودم بخوام جایی از تاریخ ایران باشم، دوست دارم حد فاصله سالهای پایانی قاجار و یعنی در اواخر، میتونم بگم از جنگ جهانی اول، فاصله جنگ جهانی اول تا 10 سال بعد از جنگ جهانی دوم، این جاییه که من دوست دارم تو تاریخ ایران باشم. میدونم خیلی اتفاقات بدی برای ایران در اون سالها افتاده، ولی دوره مشروطه خصوصا برای من جذابه. آره دوره واقعا جذابیه. یکی از دلایلش اینه که یه مقدار قابل لمس‌تره برام. آدم‌هایی که دوستشون دارم، نویسنده‌هایی که دوستشون دارم در اون دوره زندگی کردن، از انجمن‌های ادبی که اون دوره‌ها بوده، از انجمن‌های شعر یا انجمن‌های نویسندگان که در اون دوره‌ها بوده، و میدونم خیلی دوره‌های تاریخ، دوره‌های تاریکی بوده در تاریخ ایران حقیقتش.
و وقتی که حالا اشعار شاعرایی مثل شاملو رو میخونید اینا متوجه میشید که خیلی دوره سختی بوده اون دوره‌ها. ولی من حقیقتا اگر بخوام انتخاب بکنم دوست دارم توی اون دوره، یعنی دوست دارم تو دوره مثلا صادق لرت باشم یا حتی کمی قبل‌ترش. آره دوست دارم تو اون دوره‌ها باشم. اونجا دوست داری تجربه کنی ببینی چه اتفاقاتی افتاده. خودت رو محمد شبیه کدوم شخصیت سینمایی میدونی؟ تا حالا جاهاش فکر کردی شبیه کدوم از شخصیت‌های سینمایی یا سریال فرق میکنه؟ یه فیلمی میتونم خارج بگم؟ آره. اسم بازگشت فراموش کردم تصمیم همین الان. یه فیلمی من خیلی دوست دارم، همیشه به افراد توصیه میکنم این فیلمو ببینن. فیلمیه به نام بازی تقلید، ایمیتیشن گیم. یه داستان، حالا داستانای مربوط به جنگ جهانی و اینها. یه ریاضیدانی، من عاشق ریاضی ام، از کودکی هم خیلی عشق ریاضی بودم، هنوزم عشق در من هستش. یه ریاضیدانیه و یه دستیاری پیدا میکنه و اون آدمه سرنوشتش، زندگیش خیلی خیلی علاقه‌مند بودم همیشه بهش و خیلی دوستش داشتم اونو. تو بازیگرای ایرانی نمیگم شبیهشن، ولی کسایی که خیلی دوستشون دارم آقای پیمان معادیه خیلی دوستش دارم حقیقتا. شخصیتی یا مثلا یه رولی رو بازی کرده که گفتی که چقدر منم، چقدر شبیه منه؟ الان تو ذهنم نمیاد مثلا چیز خاص بگم، ولی کلا بازیشو خیلی دوست دارم. توی طنز پردازا آقای مدیریو خوشم میاد ازش. آره از بچگی. محمد جان تو مهارت نقش خوانی و مسیریابی رو خوب بلدی و تو این زمینه تدریس میکنی، استاد هستی. میخوام ببینم که مسیر آرامش رو پیدا کردی؟ خب مسیر آرامش من فکر میکنم برمیگرده به همون انتخابه در درون و رضایتی که شما از موضوع زندگی دارید. یعنی شما همیشه زندگی ما، من این فلسفه رو پذیرفتم، فلسفه غربی رو میگن، تو فلسفه شرقی هم هستش که زندگی همراه با رنجه و من این فلسفه رنج رو تا حد زیادی پذیرفتم و میدونم که هر رنجی که بکشم یک مثلثیه انگار که تو قرار رنج بکشی، کشف بکنی و لذت ببری. حالا نمیدونم این مثلث یه چیز شخصی خودم ها دارم تلفیقی از این چیزایی که خوندم و میگم. من اینو بهش باور دارم که اگر بخوام تو زندگیم به آرامش برسم، چون من با کلمه آسایش که خیلی مخالفم، با اون آرامش بیشتر موافقم. این آرامش رو به معنی آسودگی نمیدونم، درست، به معنی اینکه من در مسیر زندگیم یه رنج رو متحمل بشم، بعد یه کشفی بکنم و بعد یه لذتی از اون کشف، و این خیلی زود گذره. درست. یعنی من احساس میکنم به محض اینکه من لذت رو میبرم، لحظاتی بعدش باید برم سراغ کشف بعدی، لذت در واقع رنج بعدی. و اگر بخوام بگم از نظر من آرامش چیه؟ آرامشی که توی این چرخه خودمو گم نکنم. هنر مواجه شدن با رویدادهای بیرونی، اون چیزی که توی زندگی داره اتفاق میفته، چقدر بلد باشیم باش برخورد بکنیم و حالا خوبه بعد هر دو مدل پیش میاد برامون دیگه، ولی انگاری چجوری با اینا برخورد بکنیم ظاهرا مسیر رسیدن به آرامش رو میتونه برامون محقق بکنه. دانشجوها خیلی دوست دارن. چرا و چه کار کردی؟ فرمولش رو به ما هم یاد بده. حقیقتش شما که رو بده من هستید که خودتون مشاهده نکنید. من حالا اینو به عنوان تعریف میپذیرم، ولی سعی میکنم یکی اینکه نقش استاد رو هیچ وقت بازی نکنم و همیشه تو هر سطحی که هستم به بچه‌ها میگم که آقا من مثل یک مسافریم که یکی 2 ساعت زودتر از شما، یکی 2 روز زودتر از شما، یکی 2 ماه زودتر از شما سوار قطار شدم و این مسیر رو رفتم. الان به شما میگن که آقا این مسیره مثلا ایستگاه 2 پیاده شو، این بغل یه چیزی مثلا بخور، ایستگاه 3 وقتتون میگیره ولش کن. و منم مثل شما، منم یک مشاهده‌گر بودم
مشاهده کردم، مشاهداتم به شما میگم و خیلی از من همه چیز رو سربسته و کامل قبول نکنید. من دارم تجربیاتم رو میگم و من یک انتقال دهندم. وقتی دارم یک فکت علمی میگم بدونید که من خودم کاوش در علم نکردم، من مرز علم رو جابجا نکردم یا حتی اگه جابجا کردم انقدر محدود و ناچیز بوده در دنیا که تقریبا میتونیم بگیم هیچ کاری نکردم. بنابراین من دارم انتقال مطلب میدم وقتی دارم یک حقیقت علمی رو میگم. وقتی هم دارم در مورد زندگی صحبت میکنم گاهی اوقات یه گریزی در کلاس میزنم بدونید که این یک نصیحتی نیست، این در واقع یه مسیر خودم رفتم دارم به شما میگم، انتقال تجربه است و خیلی سعی میکنم خودم رو رفیق بچه‌ها بدونم و همینطور هم هست. یعنی چون هم فاصله سنی کمتری با بچه‌ها دارم و همین که احساس میکنم خیلی میتونم ازشون یاد بگیرم و این انتقال دو سویه است. اینه که من اینجوری در واقع میرم جلو، حالا اینکه چه اتفاق اون طرف میفته نظر لطف در واقع بقیه عزیزان. خیلی با این موضوع موافقم. یعنی به عنوان یک معلم خیلی وقتا احساس میکنم بیشتر از اون که بخوام یاد بدم چقدر میتونم یاد بگیرم و شاید یکی از در واقع موضوعات کلیدی توی ارتباط مؤثر با دانشجوها همینه که بپذیری میتونی چقدر از مخاطبت یاد بگیری و اونجا خیلی ارتباطات بهتری اتفاق میفته. تدریس از چه زمانی شروع کردی و فکر میکنی تا کی ادامه پیدا میکنه؟ واقعیتش من حالا به طور رسمی اگه بخوام بگم کی اولین بار جرقه تدریس در من خورد، یک دوست خیلی عزیزی به من این مسیر رو برای من باز کرد، جایی که من اصلا نه آمادگیشو داشتم و نه حتی فکر میکنم سوادشو داشتم و نه حتی فکر میکنم که انتظارش رو داشتم. یه روز من برای کنکور میرفتم درس میخوندم تو کتابخونه، یه دوستی من داشتم که اون زمان دانشجو دکترا بود و ریاضی درس میداد توی مؤسسه. یه روز به من گفتش که آقا من بعد از اینکه من ترم یک دانشگاه مشغول شدم درس خوندن، به من گفتش که بیا میتونی بیای جا من بری درس بدی. همینجوری خیلی مستقیمش گفتم که من برم درس چی درس بدم؟ گفت ریاضی. گفتم باشه من ترم یک دانشگاه. گفت خب باشه ولی فقط نگو جایی که میری ترم یک دانشگاهی و بیا برو بعد شروع کن تدریس. نه تو حرف دست من پا تو گشت در بیاد. گفتم واقعا فکر نکنم به کسی میتونم اعتماد کنم که بعد رو دستم بلند نشه، نه اینکه میتونم اعتماد کنم از پس کار بر بیار. تو آدم کار جمع کنی هستی و واقعا در 18 سالگی آقا به من اعتماد کرد و من رفتم سر کلاس. یعنی قبلش البته رفتم این دوستی داشتم اسمش نرشاد بود، بهش زنگ زدم آرش کرد، گفتم نرشاد من واقعیتش میخوام بیام یه گیری رو من بزنیم یه 4-5 سال سنم بیاد بالا، من قراره برم تدریس کنم توی حتی همین سن خودم.